سرپرست برنامه ما رزین‌های نکسن و اکومولاتور برس قینر وستا. سلام هموطنان عزیز، سلام به تمام مردم تاجیکستان که بیرون از تاجیکستان در فدراسیون روسیه عموما در تمام دنیا کار میکنید، فعالیت میکنید، زندگی میکنید. سلام به همه شما. ما از شما به‌حد بسیار میnnetدار هستیم که در مدت کوتاه در کانال یوتیوب اسد فیلم درآمد آبونه شدید و ما در مدت کوتاه از 25000 نفر زیاد شدیم. ان شاء الله در آینده در همین کانال یوتیوب اسد فیلم برنامه جالب و نوارهای زیبا رو برای شما پیشنهاد میکنیم. فقط شما تماشا کنید بینندگان عزیز و حلاوت برید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، شما میتونید که از دکان ها و مغازه های شهر کارت استانبول رو دسترس کنید. نرخ کارت استانبول 8 لیتر با پول سومانی 14 سومون میستاد. انا از من برای شما چه خیلی پول گذراندن در این کارت رو برای شما نشون میدم. ابی سلام علیکم. سونه کدر؟ بینندگان عزیز، آزی ما با کارت پول میگذارونیم. کد رو در اینجا میگذارید. پول رو با اینجا وارد میکنید. چند پولی که گذارنده در اینجا نشان میده که چند مبلغ گذاشت. بعد از اون کد رو میگیرید و میروید. کد تمام. بینندگان عزیز، وقتی که بخواهید که در وارد ایستگاه شوید، کارت در تجهیزات میگذارید، راه کشوده میشود و شما میتوانید که وارد ایستگاه بشوید. نگفتن امانت که 4 طرف ایستگاه محکم است، تنها با واسطه انمی کارت میدروید. اگر بخواهید که به پول در همین تراموای تو بگیرید سواری کنید، یگان کس کارتون نداره. لیکن یک سیر داره، از سیر برای شما فاش میکنم. از همین جای ایستاده من اگر تراموای اومد در اون مینشینید تا آخرین ایستگاه را میروید. وقتی که فرآمدید از حدود ایستگاه بیرون نمیبرید. بعد از بیرون برآمدن با دیگر طرفی رو میگذارید مثل من. همین خیلی میگذارید. بعد از اون دیگر تراموایی که اومد نشسته تا بگره سواری کرده میگردید. با یک پرداخت تا بگره سیر سراحت میکنید. نه که فقط با یک شرط از حدود ایستگاه بیرون نمیبرید. اومد باز میریم میبینیم. نه به پول تماشا. دیگه در اون تراموای بسیار سرخین است، مردم زیاد. خلاص که بعد از هر یک لحظه یک دقیقه پس هر یک ایستگاه یک تراموای میوید. خلاص که مردم پیاده نمیمونه، همه سری وقت به منزل میرسن. این بینندگان عزیز، ما در اکثر رسیدیم. اگر بخوایم که با کم تر سواری کنیم، سری سیاحت کنیم، از حدود همین ایستگاه بیرون نمیبریم. از حدود ایستگاه بیرون که برآمدی به پول دوم بار دیگه سواری کردن نمیتونید. ما این حال از حدود ایستگاه بیرون میبریم. بیرون برآمدیم. اگر خواهش داشته باشی که دوم بار وارد بشوی، پول پرداخت کرده بعد میدارید. راه کشوده میشود، وارد ایستگاه میشوید. در هر یک ایستگاه یک نفر نظارتچی قرار دارد و نظارت دارد که مردم تا پول پرداخت کنند بعد وارد ایستگاه بشوند. اگر نظارتچی نباشد، یک نفر پرداخت میکند، 5 نفر دیگر از خفا تله کرده بی پول میدارویند. نه فوتو.
Sultan Ahmet Roma. بینندگان عزیز، اکنون رسیدیم به ایستگاه سلطان احمد. در آمدن با پول است و بر آمدن بی پول. نخست از مسجد سلطان احمد دیدن کردیم. مسجد سلطان احمد در مرکز شهر استانبول قامت افروخته است و هر یک سیاحی که مثل من تشریف میارد اول از اونجا دیدن میکنند. تماشابینان عزیز، برای وارد شدن به مسجد همین مثل من همین خیلی در نوبت میست. کاری چند و دراتر است که در این تفتا سوخته موخی. وقتی که داخل مسجد میشوید توفلا رو در داخل همین خلطه سلوفانی می اندازیم و بعد وارد مسجد می شویم. سیاحان از تمام گوشه و کنار دنیا برای دیدن این مسجد می آیند. ساختمان این مسجد سال 1606 آغاز یافت و سال 1616 یک سال پیش از مردن سلطان احمد به استفاده داده شد. مسجد سلطان احمد را مسجد کبود هم میگویند. برای چی این مسجد را مسجد کبود میگویند؟ به خاطری که سقف داخلی بنا از سنگ مرمر کبود آرا داده شده است. بعد به اتمام رسیدن این مسجد کبود سلطان احمد امر داد که کارخانه سنگ مرمر براری را از فعالیت باز داشت، به خاطری که همین سنگ مرمر کبود را در دیگر جاها استفاده نبرد. میگویند که شنیدن کی بود مانند دیدن. آمدم و دیدم و راحت کردیم. نگفته نماند که از تمام گوشه و کنار روی دنیا سیاحان آمدن مسجد را میبینند و از زیبایی های این مسجد حلاوت میبرند. در مسجد کبود عموما در مکان‌های شهر استانبول گروه سیاح‌ها را دیدن ممکن است که سیر و تماشا می‌کنند و راهبلدانی دارند که آنها را با زبان‌های خودشان درباره مکان‌های شهر استانبول معلومات می‌دهند. باز ما میریم بی پول معلومات گوش می‌کنیم، بی پول. معلوماتی بی پول هم El pueblo tenía ya dos opciones. سیاح‌ها با ما گفتن که نوارگری ممکن نیست، یعنی که ممنوع. ما اینقدر گپ زدیم اونا زبان ما را نفهمیدن و ما زبان اونا را نفهمیدیم. کم تر پس فهمیدن که ما از تاجیکستان، بعد آرام شیدن گفتیم گپ نیست. بسیار سخنان خوب گفتن که یگان چی نفهمیدیم دیگر زبان میکوبیم. گفتیم بینندگان عزیز کنی گروه رو گوش کنیم که ببینیم زبانش فهمو است یا نه. Están ahora en la plaza de San Marco, en Venecia. Esos caballos famosos saqueados hace 800 años de aquí, durante la Cuarta Cruzada. El duque de Venecia, Enrique Dandolo, dirigió la Cuarta Cruzada. En aquella época no habían turcos aquí, era contra los griegos que viven. Toman la ciudad 60 años. با فکر ما پرتغال اب دستن.
بینندگان عزیز یگان زبانی فهمان نیفتیم باید چی کرد زبانو مختندر کن تمام زبانا را بدانی خار نمیشه لیکن ما کوشش میکنیم که زبانا را بآموزیم بینندگان عزیز یک گروهی را یافتیم بینندگان چی میفهمیم با فکریم که میفهمم نه نه لیکن یک کلمه شو فهمیدم نیها گفت تشریف نیها بینندگان از اینجا باز معلومات بپول کبریم می زبانی را میفهمیم یا نه بینندگان عزیز این زبان اسپانی است اسپانی ما زبان اسپانی را نمیدانیم حالا یک گروه را پیدا کردم که با فکر می زبانش 100% میدانم Take off your shoes, put a plastic package, carry together with you. Please carry together with you, otherwise you can't find your shoes back, okay? Especially Skechers and the Nike, okay? Alright? Foto. Huh? Foto. Huh? No, I don't. این رو بلدش بسیار گیزله بد گفت همون نواری که حوزی گرفتی حوزی در پیش ما تازه کرد عصب ما ویران کرد افسوس که زبانش نمیدونستم اگه نه در بین مردم شرمنده دو دنیاش میکردم در روبروی مسجد سلطان احمد استخوان بسیار با حشمت با نام ASAD FILM قرار دارد که عین حال از اونجا دیدن میکنید استخوان ASAD FILM رو نخست برای کلیسا بنیاد کردند. بعدا سال 1453 پس از ضبط کردن دولت عثمانی آن را به مسجد تبدیل دادند. سال 1953 باشد آن را استخوانه کردند و تا حال استخوانه باقی مانده است. تاجیک هستم پس ایرانی هستی؟ بله. بیترین سلامت باشید. قربان است. بسیار رحمت و ما بسیار دوست می‌داریم. بینندگان عزیز برای وارد شدن به آثارخانه ASAD FILم اینقدر مردم زیاد در نوبت هستند. وقتی ما کم است ما از دیگر جا دیدن می‌کنیم. و ما خواستیم که از داخل آثارخانه دیدن بکنیم ولی با ما گفتن که در داخل نوارگیری ممنوع است و ما نخواستیم که تماشابین عزیز به شما از داخل آثارخانه دیدن بکنیم به همین خاطر ندار آمدیم. مردمی که موی سر ندارند ترکیه برای چسباندن موی سر میوند لیکن یک دکتر به من گفت که از داروخانه هایش شامپون هایش رو استفاده برید هم ارزان هم دسترس هم فایده بخش و هم بهترین. السلام علیکم ابی سلام علیکم بینیم اویلیم انا bir şampuanı ihtiyacım ana var ki saçı sağlam laştırsın ana viç karsın. Öyle bir şey var abi bizde mesela markası Nacat şampuanı Nacat ama Nacat. Teşekkür. شامپون طبابتی نجات برای ریختن موی سر ریشه موی سر رو مستحکم کردن و برای گریبک برآوردن موی استفاده برده می شود. ای مردمی کموی شامپون نجات رو استفاده برید موی سرتان جنگل موی می شود. شامپون نجات برای موی سر عجایب بود. در کانال یوتیوب ASAD FILM obuna شوید و میتونید که در گرد نوار نمیدونم زنگولای لایک چیزی باشه نباشه همه را زیر کنید برنامه‌های جالب و دقت جلب کننده رو تماشا کنید.